اگر کودک شما شدیداً به شما وابسته است، این برنامه را بیننده باشین. ما پاندوی محمد ظاهر شمس غزنوی استاد روانشناسی هستم. برنامه امروز ما درباره علل و درمان وابستگی های شدید کودکان به مادرشان است. اگر از این گونه برنامه ها خوشتان می آمد، کانال سابسکرایب و ویدیو را لایک کنین. قبل از شروع برنامه، اگر شما به مشوره های روانی نیاز دارین و ضرورت دارین، با این نمبر واتساپ ما با ما در تماس شوین. اول به علل وابستگی های شدید کودکان به خانوادگیشان یا به مادرایشان میپردازیم. یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمه که کودک وابسته به پدر و مادر خود میشه، شدیداً وابسته میشه، علتش فراموش کردن کودکان است. این کودکانی که از نظر و از توجه خانواده به دور میمانه، اینا به یک عقده کهتری روبرو میشن و سبب میشن که به مادر خود یا به پدر خود اینا شدیداً نیاز پیدا کنن. فکر میکنن که بدون از اونا ما زندگی خود پیش بردن نمیتونیم، ما به اونا ضرورت داریم. از این لحاظ یکی از عوامل میتونه که کودکان فراموش شده ما وابسته شود. دوم، کودکانی که بیشتر نازدانه و بسیار زیاد مورد توجه قرار میگیره، این کودکان هم احساس میکنن که بدون از این که ما با کمک پدر و مادر خود کار خود پیش ببریم، خود ما هیچ چیز کردن نمیتونیم. این خود سبب میشه که کودکان، یکی از علتهای مهم وابستگی کودکان همین شده میتونه. سوم، موضوعات ناکامی های ما در زندگی. ما اگر فرض میکنیم کودک چندین بار در زندگی خود با موفقیت های خود نمیرسه، کارهای خود انجام داده نمیتونه، در مکتب ناکام میمانه یا در خانواده خود کارهایی را که انجام میده مورد قبول خانواده نمیباشه، خودش به قناعت نمیرسه، این ناکامی ها سبب میشه که کودک به کسی دیگه وابسته شود یا به پدر و مادر وابسته شود تا کارهای خود با کمک از اونا پیش ببره. سوم، یکی از موضوعات بسیار مهم، اختلاف خانوادگی، مشکلات خانوادگی در خانواده هایی که بسیار منازعات، کشمکش ها بین پدر و مادر، بین دیگه اعضای خانواده وجود داشته باشه. این کودکان به یکی از کسایی که مادرش است یا به پدرشان اینا وابسته میشن و کوشش میکنن که از حمایت از اونا برخوردار باشه تا از این کشمکش یا از این جنجال هایی که در زندگیشون واقع شده اینا در امان بمانن، از ترس و هراس و وحشت اینمی که تنها نمانن و یا اینمی کشمکش ها، طلاق ها و یا اینمی منازعاتی که در خانواده وجود داره صدمه به اینا نرسانه. کوشش میکنن که به مادر و یا با پدر خود شدیداً اینا وابسته شوند. چهارم، کودکانی که درست تربیه نمیشن. ما یکی از گپ‌های بسیار زیاد مهم این است که خانواده ها در مورد خصوصیات طبیعی کودکان خود معلومات پیدا کنند، اما موضوعاتی که اینا را رشد خوبشان، در رشد ذهنیشان، رشد جسمانیشان و یا رشد اجتماعیشان خود پدر و مادر نمیدانه، از اونو توقعی بیش از حد میکنه و یا عمود چیزی را که اونا نیاز داره برشان پرداخته نمیتونه، او کودکان وابسته میشن. پنجم، مادران هلیکوپتری. مادران هلیکوپتری او مادرها را میگن که در همه مشکلات کودکشان اینا میرسن. مثلا نمیمانن که کودکشان خودش یک کار خود انجام بده، همه کارها را به خدمتش قرار میتن، انتخاب اینا میکنن، لباس اینا برشان میخره، سامان بازی اینا برشان انتخاب میکنه و اینا را هیچ برشان موقع نمیته. فکر میکنه که هر چی که اگر کودک ما انجام بده اینا یک کاری را غلط خود کردن و یا یک کاری نادرست انجام خود دادن. از این لحاظ هر کار خودشان انجام میده و تا حتی با کلانسالی ها و به جوانیشان هم اینا خودشان کارشان انجام میده و مسئولیت هایشان رفع میکنه، مشکلات از سر رایشان دور میکنه. این کودکان همیشه اینا وابسته پدر و مادر باقی میمانند. ششم، وابستگی های سالم کودکان است که تنها در وقت ضرورت
اونا با پدر و مادر خود متواصل میشه، از اونا کمک میخواه، اما در اوقات دیگه کارشان خودشان انجام میده. یعنی اینا هم یک نوع از وابستگی کودکان است که یک نوع کودکان کوشش میکنه که یک کودکان وادار میکنه که اونا با پدر و مادر خود وابسته باشن، اما در اوقات خاص، اما همیشه نه. هفتم هم یک نوع دیگرش است که کودک بالکامل ناتوانی احساس میکنه، احساس مسئولیت نمیکنن، عدم اعتماد به نفس دارن. این عامل بزرگی از است که کودکان با پدر و مادر خود همیشه وابسته باشه و هیچ وقت کارشان خودشان کرده نتونه. یعنی منظور ما ایست که پرورش احساس مسئولیت در وجود از اینا رشد داده نشده باشه و کودکان با کارهایشان که اینا مسئولیت دارن خودشان کارها را انجام بدن. از این لحاظ اینا یک عامل مهم در وابستگی کودکان به مادرایشان قرار میگیرند. و اما در مورد راه‌های درمان وابستگی های شدید کودکان از مادرایشان باید بگویم که حتی حیوانات، پرندگان و انواع از این حیوانات بعد از یک مدت زمان به خاطر از اینکه کودکشان مستقل عمل کنن یا چوچه هایشان مستقل عمل کنن، اینا را از خود دور میکنن. پرنده ها چوچه هایشان را تنها میگذارن وقتی که پرواز برشان یاد داد، به خاطر از اینکه دیگه خودشان پشت جمع کردن دانه و غذای خود شوند. و حیوانات مختلف دیگه. یعنی یک خاصیت طبیعی انسان ها و زنده جان هاست. در اکثر اوقات انسان ها هم به عقیده، روانشناسا به عقیده هستند که خود وابستگی یک رشد کودک است و دوباره دل کندن از این مرحله این یک روش دیگه است که به گفته کلیم که میگه یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روزی دیگر به کندن دل از این و آن گذشت. البته نگفته نمانه که مهمترین موضوع درمان وابستگی و وارستگی در شماره 8 این بخش قرار خواهد داشت. در قدم اول باید بگوییم که کودکانی که ما میخواهیم وارسته شوند، از وابستگی بیرون شوند، این به صورت تدریجی صورت بگیره. یعنی ما دو کار انجام بدیم. کوشش بکنیم که فاصله را زیادتر بسازیم. با مرور زمان فاصله را از 1 متر شروع به 2 متر، مثلا امروز ما کوشش کنیم که از کودک خود 1 متر فاصله بگیریم و به روز دوم 2 متر فاصله بگیریم، در هفته سوم زیادتر کنیم. یک روز میشه که ما از وابستگی کودک یا کودک از وابستگی ما رهایی پیدا کنه. موضوع دوم، یکی از درمانهای رهایی از وابستگی کودکان در وقت بیرون شدن، در وقت ای که از کودک خود ما به جای دیگه بریم، قطع رابطه بکنیم، در همین وقت ما رابطه چشمی را برقرار نسازیم. کوشش نکنیم به طرف چشم کودک ببینیم، کوشش نکنیم که او را در همین وقت ما نوازش کنیم. یعنی ما با یک کم سردی، اگر در آغاز آمدن از بیرون به خانه ما با کودک خود محبت میکنیم که او دیر شده، مشکل نیست. اما وقتی که ترکش میکنیم، همین رابطه چشمی را کمتر و عواطف محبت آمیز خود کمتر برش بتیم، تا ای که اگر کودک ما یک کمی ناآرام میشه، بیشتر ناآرام نشه. سوم، وقتی که کودکتان ترک میکنین، دلیل ترک کردن بگوین و وقت برش معین بسازین. یعنی که شما بگوین که من میرم کار دارم، برای شما یک چیز تهیه کنم، میرم سودا میگیرم، یک کار مهم دارم و او را برش بگوین که من پس میایم. چون اکثرا کودکان اینطور احساس میکنن که اگر مادرشان اونا را ترک کرد، این دیگه پس نخواد بیاید. به خصوص وقتی که کودکانتان در کودکستان ها اعلام میکنین، کودک دیگه خیال میکنه که من دیگه همیشه تنها باقی ماندم. اما اگر شما یادآوری میکنین که من پس که آمدم، باز من شما را میبرم. و موضوع مهم دیگه ای است که ما کودک را که اگر وقت برش میگیم، ما این وقت دروغ نگوییم. به طور مثال بچیم تو همینجا بیشین، من 1 دقیقه بعد میام، اما 1 دقیقه بعد ما او 1 ساعت بعد نشوه.
کودک ما از این لحاظ درمان میشه که وقتی ما برش 1 دقیقه بگوییم 1 دقیقه دور از اونا دور شویم. اگر 1 ساعت دور میشیم تا اینکه یک وقت کودک در پهلوی از این که وارسته شوه، وابستگیش رفع شوه، اما درک زمان هم برشان دست بده. 5، ما به کودک خود اگر میگیم که اونا را ترک میکنیم و ما به کجا میریم، به باغچه میریم یا به دکان میریم، اینمی هم برشان واضح شوه، به خاطر ازی که درک مکان هم برشان. چرا اکثرا جایها برزونا معلوم است که اینا تا دکان نزدیک میرن یا تا دکان دور میرن یا خانه کاکا میرن یا خانه ماما میرن. این درک مکان هم برشان واضح و راست بگوییم تا ای که کودک ما در یک موقعیت قرار بگیره که اگر مادرم به خانه کاکایم میره چقدر وقت خواهد بود و اونمو را به صورت راست و درست برش بگوید تا ای که کودک ما در آینده زودتر از وابستگی به وارستگی برسه. 7، قصه گفتن برای کودکان. اگر ما قصه هایی را برشان میگیم که یک طفل به مشکل دچار شد و بعد از او این مشکلات رفع کرد، این مشکلات خودش حل کرد و خودش به موفقیت رسید، این کودک ما را تجربه میده. خود گفتن قصه ها یک راه خوب تجربه برای کودکان است که یکی از تجاربش میشه که همین تجربه که کودکان ما از وابستگی به وارستگی برسه. مثلا یک کودک گم میشه یا یک دوست خود گم میکنه یا یک راه را گم میکنه یا راه خانه را گم میکنه و این با مشکل مواجه میشه، بالاخره موفق میشه. این نوع قصه ها در ضمیر ناخودآگاه کودک ما تاثیر بسیار خوب میگذاره، وارستگی را برشان تجربه میکنه. 6، یک از موضوعات بسیار مهم است که ما کمالگرایی را در خانواده خود کاهش بدیم و هیچ وقت کودک خود از او توقع نکنیم که حتما تو باید اول نمره شوی، حتما تو باید موفق شوی. از او توقع خود کمتر بسازیم، بگوییم که تو یک بچه بسیار خوب هستی به شرطی که اینی کارا را انجام بدی. یعنی ما اینطور بگوییم که ضرور نیست که تو اول نمره شوی، ضرور نیست که تو همه کارها را موفقانه پیش ببری. ناکامی در زندگی است و کامیابی های کم و بیش وجود داره، همیشه آدم اول نمره نمیشه. پس کمالگرایی را اگر کاهش بدیم، این خودش وابستگی کودک کمتر میکنه. 8، شماره طلایی برنامه ما در درمان وابستگی بازی چشم پتکان است. بازی چشم پتکان اکثرا در بسیاری از فرهنگ‌ها وجود داره. یعنی که کودک یا یکی از افرادی که جمعاً 4-5 نفر بین هم ساتری و بازی میکنن، بازی چشم پتکان است. چشم خود پت میکنه و دیگرها خود در پشت بستره و دیوار و درخت و اینان خود پت میکنه. این کودک در حقیقت با این بازی چی میشه؟ بر یک مدت کوتاه از دوست خود دور میشه. اگر مادر این بازی را با کودک خود انجام بده و خود دور پشت درخت پت کنه، پشت در بستر پت کنه و بالاخره بعد از او در پشت دروازه و امثالش که در اختیارشان قرار داده خود پت کنه، یعنی یک فاصله پیدا میشه، زمان پیدا میشه که کودک بر یک مدت زمان از مادر خود دور شده. این دور شدن ها بعداً با فاصله های دورتر مادر خود پنهان کنه، پدر خود پنهان کنه. این یک راه بسیار خوبی است که کودک با این بازی هم از بازی لذت میبره و هم از وابستگی مادر خود رهایی پیدا میکنه. پس انواع بازی ها در رفتار کودک، در وابستگی کودک ما نقش اساسی داره که اگر این به صورت جمعی شود یا به صورت تنهایی 2 نفری، این بازی ها کمک خود انجام میده. حتی بازی با بازیچه ها، کودک وقتی که با بازیچه های خود بازی میکنه، در اون صورت باز مادر فرصت پیدا میکنه که از کودک خود دور شود. پس این را از یاد نبرین که بهترین راه برای درمان وابستگی کودک بازی های چشم پتکان و سایر بازی هاست. این بود یکی از برنامه های دیگی که تقدیم حضورتان شد.
اگر از این گونه برنامه ها خوشتان می آمد کانال سابسکرایب ویدیو را لایک کنین. تا برنامه دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم.